سبيل الدموع سبيل مريح. 76 گناه کبیره از کتاب امام ذهبی رحمه الله. دروغگویی. به نام خداوند بخشنده و مهربان. دروغ گفتن یکی از گناهان کبیره می باشد. الله سبحانه و تعالی می فرماید لعنت کرده شد دروغگویان را. و در جای دیگر الله می فرماید سپس همه با زاری دعا کنند و لعنت خدا را بر دروغگویان بگردانیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند به درستی دروغ گناه است و گناه آتش. آدمی که دروغگویی را ترک نمی کند در نزد خدا دروغگوی ثبت می شود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند منافق 3 علامت دارد. وقتی گپ می زند دروغ می گوید، وقتی وعده می دهد وفا نمی کند، وقتی به وی امانت می دهند امانت را خیانت می کند. در حدیث دیگر فرمودند به درستی درجه عالی تهمت و دروغ نقل نمودن آن چیزی است که آن را هرگز ندیده ای. در حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خواب خود را می آورند. ما به نزد مردی آمدیم که با پشتش می خوابید. در بر او مرد دیگری می ایستاد. در دست او چنگک سرشاخی بود. مرد دوم این چنگک را به دهان مرد اول تا سرش انداخته یک قسم دهانش را دراند. قسم دوم دهانش را نیز همین طور کرد. سببش این بود که مرد خوابیده پگاهی از خانه برآمده چنین واقعه های نبوده را نقل می نموده است که دروغگویی آنها تا به آسمان رسیده است. در حدیث دیگر فرمودند در وجود مسلمان هر گونه خصلت ها بوده می تواند مگر دروغگویی و خیانت. در حدیث دیگر فرمودند به درستی در جایی که مردم جمع می شوند یک ذره دروغ پیدا می شود. در حدیث دیگر فرمودند انسانی که درباره کاری نکرده اش اعلان می کند دو کرته دروغگوی به حساب می رود. بله برادران، امروز شخصانی هستند که کاری نکرده را من این کار را کرده گفته به مردم اعلان می کنند که این دروغگویی دو کرته به حساب می رود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند الله با 3 گروه از آدمان سخن نمی گوید و از میان آنها حاکم فریبگر را نیز نام برده است. حاکمی که دروغ می گفت و فریب می کرد مردم خود را. برادران و خواهران عزیزم، از این آیت های قرآن و از این حدیث های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما معلوم گشت که دروغگویی یکی از گناهان کبیره به شمار می رود و هر یک مسلمان باید از این گناه دوری جوید. باید دروغ نگوید و فقط حق را بگوید و در راه راست باشد. پس از این حدیث و آیت ها درس عبرت بگیریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. يسعك الفضاء الرحيم الفسيح.